ایتالیا همیشه اونطوری نیست که تو اینترنت میبینی. بعضی چیزا کاملا عجیب و باور نکردنیه. دست دادن و بوسه روی گونه اینجا کاملا عادیه، حتی با کسی که تازه میبینی. اولش ممکنه یه خورده عجیب باشه، ولی بعد که عادت کنی حس صمیمیت و دوستی عجیبی بهت میده. تازه واردها برای اجاره خونه باید کلی مدرک جمع کنن و گاهی هفته‌ها طول میکشه تا قرارداد امضا بشه. پس اصلا انتظار نداشته باش همه چیز راحت باشه. ژلاتو یا همون بستنی ایتالیایی رو هرگز با طعمای صنعتی و مصنوعی درست نمی‌کنن. هر قاشقش تازه و طبیعی است و واقعاً یه تجربه متفاوته. شمال و جنوب ایتالیا مثل دو دنیا کاملاً جدا هستن. سبک غذا، رفتار مردم و حتی ریتم زندگی خیلی فرق داره و بعضی چیزا برات عجیبه. بعضی جشنواره‌ها و مراسم محلی خیلی عجیب و باحالن. شبیه یک کارناوال رنگارنگ. شرکت کردنشون کلی تجربه و خاطره داره. بیمه سلامت برای تازه واردات گرونه و تازه بسته به شهری که هستی قیمتا فرق میکنه. پس حواست باشه حساب و کتاب کنی. بعضی شهرها هنوز خیابوناشون چراغ راهنمایی نداره و رانندگی اونجا واقعا هیجان انگیزه. باید حسابی حواست باشه. مردم عاشق فستیوالای موسیقی خیابونی هستن و تو هر گوشه یه نوازنده پیدا میشه. حس خیلی زنده و شادی داره. پیتزا و ماکارونی واقعی اینجا خیلی فرق داره با چیزی که بیرون میبینی. سبکتر و تازه تره و اصلاً سنگین و چرب نیست. بعضی روستاها هنوز مراسم و رقصای قدیمی با 1000 سال قدمت دارن. اگه یه بار شرکت کنی حس میکنی وارد یه دنیای دیگه شدی. پیدا کردن کار توی شهر کوچیک تقریباً غیر ممکنه. مخصوصاً اگه زبانت کامل نباشه. باید خیلی صبور باشی و گاهی خلاق. مردم خیلی به ساعت غذا حساسن. اگه یه ربع دیرتر بری رستوران نگاه‌های عجیبی میکنن و بعضی وقتا سرویس گرفتن کمی طول میکشه. بعضی مغازه‌ها فقط یه نوع محصول خیلی خاص میفروشن، مثل پنیر محلی یا نون سنتی که باید حتما امتحان کنی. بازنشستگی تو ایتالیا زمان زیادی میخواد و شرایطش پیچیده است. اصلا انتظار نداشته باش مثل کشور خودت راحت باشه. اینترنت سریع و ارزون برای تازه واردا محدوده، پس برای کار آنلاین یا ویدیو دیدن باید برنامه ریزی کنی. قهوه اینجا کوتاه و غلیظه و آمریکانو معمولاً عجیب به نظر میاد. پس بهتره اسپرسو رو امتحان کنی. مردم عاشق فوتبالن. حتی بچهای کوچیک همه دنبال توپن و روزاشون با فوتبال میگذره. بعضی خونه‌ها هنوز به سبک قرون وسطاییه. انگار زمان تو اون محل متوقف شده. خیلی دیدنی و جالبه. ثبت نام مدرسه بچه‌ها ممکنه چند ماه طول بکشه. کلی کاغذبازی و صف طولانی داره. پس صبر داشته باش. مردم تو بعضی شهرها صبح خیلی زود بیدار میشن و مغازه‌ها ساعت 7 صبح باز میکنن. عجیبه ولی واقعی. حتی بعضی مغازه‌ها روزای خاصی تعطیلن، مخصوصا دوشنبه یا یکشنبه. پس قبل از رفتن چک کن. مردم خیلی به ظاهر و لباس اهمیت میدن، مخصوصا تو شهرهای بزرگ. پس یه لباس خوب همراهت باشه. بعضی کوچه ها تو شهرهای قدیمی اونقدر باریکن که ماشینا به سختی رد میشن. راه رفتن هم یه حس خاص داره. بعضی مناطق زمستون خیلی ساکت هستن. انگار کل شهر خوابیده. یه حس عجیب و آرام بخش داره. مردم عاشق بازارهای محلی هستن. حتی خرید روزمره هم تبدیل به یه تفریح میشه. کلی رنگ و انرژی داره. قوانین اجاره پیچیده و هر چند وقت یه بار عوض میشه. پس حتما قبل از امضا همه چیزو خوب بررسی کن. مردم تو ادارات فرهنگ وقتشناسی متفاوت دارن. پس انتظار نداشته باش همه چیز سر وقت باشه. بعضی جزیره ها فقط با قایق میشه رفت و هیچ مسیر جاده‌ای نداره. یه تجربه خیلی خاصه. حقوق متوسط تو شمال و جنوب زمین تا آسمونه. شمال خوبه، جنوب خیلی پایین تره. پس انتظار نداشته باش حقوقت یکی باشه. بازار دستفروشا تو شهرهای بزرگ خیلی رنگی و شلوغه، ولی بعضی‌ها جنس تقلبی میفروشن. حواست باشه. مردم عاشق صبحونه‌ای بیرونن. حتی یک کاپوچینو سریع و یک کروسان ساده براشون مهمه. بعضی رستورانا قوانین خاص خودشونو دارن. مثلا حتما باید رزرو کنی یا منوی محدود دارن.
بعضی خونه ها هنوز نمادای محافظت کننده روی در و پنجره دارن، مثل چشم بد یا صلیب کوچیک. مردم تو بعضی شهرها عاشق خریدن نون و پنیر تازه هستن و همیشه دنبال کیفیت بالا هستن. خب حالا نوبت شماست. کدوم نکته برات عجیب تر بود؟ برام تو کامنت بنویس ببینم کی بیشتر شوکه شده.